امروز قصد داریم از یک پشت پرده رانت میلیاردی در بانک مرکزی با شما صحبت بکنیم و اینکه در روزهای گذشته ما شاهد هستیم که سیف از بانک مرکزی رفت و آقای همتی جای اون رو گرفت و چی شد که آقای سیف رو استعفا دادن یا استعفاوندنش به اصطلاح. امروز با صحبت میکنیم و اینکه داره بانک مرکزی یه طرحی رو جدیداً تصویب میکنه که باید شاهد یک رانت میلیاردی دوباره باشیم و امروز یه سری ویدیوها رو وقتی کنار هم به صورت پازل میچینیم شما هم قطعا به این نتیجه خواهید رسید که داره چه اتفاقاتی در پشت پرده دولت رقم میخوره و دولت چه نقشی رو برای مردم کشیده. قبل از هر چیزی لطفا کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو مثل همیشه میگم سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید حتی اگر از این افراد خوشتون نمیاد و برای دوستان خودتون حتما به اشتراک بذارید در کانال های تلگرامی خودتون، در فیسبوکتون یا در هر جای دیگه ای هست. خب داستان از این قرار بودش که اوایل مرداد ماه آقای سیف استعفا داد و اولش گفتن که اخراج شد، بعد گفتن برکنار شد، بعد حرفای دیگه مطرح شد. بعد آقای همتی جای ایشون رو گرفت که آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌های خودش اومد یه اشاره جزئی به برکناری آقای سیف کرد. گوش بدید. و تشکر فراوان از آقای دکتر سیف به خاطر زحمات 5 سالهشون که ایشون دوره 5 سالهشون تقریبا به اتمام رسوندن. حالا چند هفته ای از این دوره ایشون باقی مونده بود که ایشون استعفا دادن. به خوبی به وظیفهشون عمل کردند. مبارزه با فساد در زمینه مؤسسات غیر مجاز به نام دکتر سیف در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. گوش دادید؟ مبارزه با فساد در مؤسسات مالی غیر مجاز به نام ایشون ثبت خواهد شد. یعنی میخواد بگی که آقای سیف به خاطر اینکه مبارزه کرد با مؤسسات مالی غیر مجاز برکنارش کردن. ببینید خب برکنار کردن به همین راحتی نیست. چه فشاری پشت افراد قرار میگیره؟ از کدوم نهادهای امنیتی، از کدوم نهادهای اجرایی که طرف مجبور بشه استعفا بده؟ دلیلش این هستش که قطعا از آقای سیف نقطه ضعف داشتن که تونستن به راحتی اخراجش بکنن، وگرنه اگه طرف وظیفه‌ش رو بخواد انجام بده که نباید اخراجش بکنن. برای اینکه حتی یه خبری هم در خبرگزاری میزان اومده بود که خانواده آقای سیف کجا هستن، که جالبه که این صفحه هست شده. داستان از این قرار بودش که خانواده آقای سیف رفتن استرالیا و حتی به آقای سیف هم وعده سفارت سرکنسولی یا به اصطلاح یه سمتی رو در کنسولگری استرالیا بهش داده بودن که حالا مشخص نیست در پشت پرده چه امتیازاتی گرفته بودن. بعد آقای رسایی به عنوان افشاگری میکنم بدونید که مثل تلفن سکه‌ای ان، یعنی پول بهشون ندادن، اونا هم ارتباطشون برقرار نشده و میان اینجوری افشاگری میکنن. گفته که 2 دختر و 2 پسر و همسر ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی چند ماهی هستن که مجوز اقامت در استرالیا رو دریافت کرد و ایران نیستن. آقای سیف هم به استرالیا میرود. خانواده کدام یک از مسئولان دولتی دیگر هم هشتگ اقامت گرفتند؟ شناسایی آنها سخت نیست هست. خب ببینید وظیفه من و شما که نیست که خواهیم اینا رو شناسایی بکنیم دیگه، وظیفه دستگاه اجراییه و این نوع خبرها اصطلاحاً خبرهای گروکشیه، شک نکنید. حالا آقای همتی اومد سمت ریاست بانک مرکزی رو که عموما فسادها و اختلاسات در اونجا صورت میگیره رو گرفت. اما قبل از اون آقای سیف ببینید یه صحبتی رو راجع به مؤسسات مالی غیر مجاز کرده بود. اینو گوش بدین تا به آقای همتی هم برسیم. که بعضیاشو اشاره میکنم. ما مورد داریم مثلا توی مؤسسه سامان الحجج 89% سود میگرفته. ببین تو مؤسسه مالی تولید سامان الحججی که صدا و سیما تبلیغش میکرد 89% سود گرفته میشده. خب 89% سود میگرفت. البته اینا همش به مرجع قضایی منعکس شده. 40%، 42%، 43% اینا چیزای طبیعی عادیش بود. ببخشید بابت چه میزه مثلا فرض این 89% دیگه 23 میلیارد تومان از سال 92 تا بهمن 94 سود دریافت کرده. همین کافیه. 23 میلیارد تومان تو 2-3 سال. خب طرف مشخصه در پشت پرده لانتولابی بوده. اما شمایی که رئیس بانک مرکزی هستید چرا جلوی مؤسسات خصوصی از جمله سامان الحجج و امثال اونها نگرفتید؟ پس اینجا نشون میده شما هم مقصر. اینجوری نه بشین جلوی دوربین تریپ بگیر که مؤسسات مالی غیر مجاز فلانن و چنین و چنانن.
بعد میان میگن که اسم شما درج شده به عنوان مبارزه. شما اولا بهشون مجوز دادید که اونا رفتن بانک زدن؟ من که ندادم که. و حرف اینه. خب بریم جلوتر. بعد از اینکه آقای همتی، اینجاش جالبه، اومد شد رئیس بانک مرکزی، 3-4 روز بعدش اومدن یه دونه جلسه گذاشتن به اسم جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور سران قوا و جلسه رو هم رسانه‌ای کردن که من در تحلیل‌های بخش خبری 23 به این پرداخته بودم که اگر این جلسه اجرا بشه و برگزار بشه پشت پردهش یه رانته. خب گوش بدید. بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه بحث شد، مورد تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت. عمدتاً جهتگیری سیاست‌ها بر این هست که کالاهای اساسی کشور که مورد نیاز جامعه هست و مورد نیاز عامه مردم هست با نرخ رسمی که بانک مرکزی اعلام میکنه. ببین نرخ رسمیش منو کشته. یه بار گفت 4200 مملکت اصلا رفت رو هوا. الان شما دلار 4200 در جیب آقای جهانگیری هم پیدا نمی‌کنید که برادرت هم قبلا گفتیم فساد داره. خب میخوام بگم که جلسه چی درونش گذشته، چه نقشه‌ای برای مردم کشیدن. خب به وفور در کشور تأمین بشه و دستگاه‌های اجرایی تا مرحله نهایی در بازار بر نحوه تأمین اون و واردات اون و عرضه اون در بازار نظارت داشته باشن. فعالان اقتصادی که در بخش صادرات فعالیت میکنن، فعالان اقتصادی در بخش صادرات منظورش فک و فامیل و برادر خودشن. خب و در بخش واردات فعالیت میکنند و همینطور به کسانی که ارز نیاز دارن برای بخشی از کارهای ضروریشون. ارز نیاز دارن برای بخش کلمه ارز رو داشته باشید. خب تسهیلاتی فراهم شد که بتونن در بازار هم ارز مورد نیاز خودشون تامین بکنن، هم راحت‌تر بتونن فعالیت بکنن، هم سرعت تسهیلاتی فراهم شد. داره در جلوتر میگیم چه تسهیلاتی. خب عمل کارشون بیشتر باشه. جزئیات این سیاست‌ها فردا در جلسه هیئت دولت نهایی خواهد شد، چون جزئیاتش در جلسه هیئت دولت نهایی خواهد شد. خب اینا کلیاتش در این جلسه مورد تایید قرار گرفت، جزئیاتش باید در دولت تصویب بشه. در جلسه فردای هیئت دولت نهایی خواهد شد و انشالله از روز دوشنبه با مصاحبه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی میکنه و جزئیات اون به مردم توضیح خواهد داد عملیاتی خواهد شد. یعنی اینا تایم مصاحبه رو هم میدونستن که قرار آقای همتی بیاد تو تلویزیون. حالا روز دوشنبه شد و آقای همتی اومد تو تلویزیون. ببینید که چه صحبتایی، چه نقشه‌ای برای مردم داره و قرار پشت پرده چه اتفاقاتی بیفته. خب یه نکته رو یادم رفت بگم، خیلی مهمه. اگه یادتون باشه یه دوره مردم عزیزمون اومدن سپرده‌های ارزی پیش بانک‌ها گذاشتن به خیال اینکه بالاخره بهشون سود ارزی میدن و به خیال اینکه بهشون سود ارزی میدن. بانک‌ها از بانک مرکزی که امثال این آقا در دوره‌های گذشته و الان این آقای همتی رئیس بانک مرکزی هن مجوز میگیرن و تابلو تو خیابونا میزنن. همین الان شما فردا برو بزن بانک عمه دور در خونت، میاد با گونی میبرنت. چه الکی که نیست. تو صدا و سیما برو بزن مثلا بگو تبلیغ بانک فلانو میخوام بکنن، نمیذارن تبلیغ بکنی. اما این آدم خیلی لاکچری میاد میگه که آره به خیال اینکه بهشون سود بدن. بابا تبلیغات شده در رسانه ها، بروشور پخش شده، تبلیغات شده که مردم رفتن سپرده گذاشتن و اعتماد کردن به شما که رئیس بانک مرکزی که به اینا مجوز دادی. خب بعدش هم یه اتفاقاتی که افتاد اومدن ارزشون رو بگیرن، گفتن ارز نداریم معادل ریالیشو بیاریم بگیریم. بانک مرکزی گفت ارز نداریم معادل ریالیشو بیار بگیرید. خب بانک مرکزی نه، بانک‌های که زیر نظر بانک مرکزی هستند. خب و این خیلی اثر بدی توی اعتماد مردم به سیستم بانکی ایجاد کرد. من یادمه منظورش اینه که آره مردم رفتن اونجا پول گذاشتن، اعتماد نکردن، اعتمادشون خراب شد و ما هم یادمونه. بعد با یه لحن روانشناسی میگی که آره ما هم دلمون برای شما میسوزه. ببینید تکنیک‌های روانشناسی گفتاری اینجا میشه ازش کمک گرفت. خب و بعضی از بانک‌ها واقعا جفا کردن به مردم. این دفعه تصمیم گرفتیم دیگه بانک مرکزی سپرده ارزی بگیره از من. دفعات قبلی مردم بودن اونجا، نه رفتید گذاشتید ببخشید سرتون رو کلاه گذاشتن. این دفعه بانک مرکزی تصمیم گرفته که به شما معاملات ارزیتون انجام بده. شما بیاد از بانک مرکزی ارز بخرید، ما دیگه پولتون رو نمیخوریم. ما همه اینها نتیجهش این هستش که داره بانک مرکزی و سیستم مالی ایران ورشکسته میشه و از مردم میخواد که بیان ارزهایی که دارن رو
بریزن توی بانک ها. اما مردم چیزی که مشخصه دیگه اعتماد خودشون رو از دست دادن، همه پولاشون از بانک گرفتن، خودشون رفتن ارز خریدن، به بانک ها گفتن آقا قربون دستتون ما ارز نمیخوایم از شما بگیریم حساباتون و پولایی که بعد جالب هم چه کلایی هم سر مردم میذارن. شما میرید از ارز میگیرید از همین بانک مرکزی، ببین چه نقشه‌ای برای مردم دارن. میرید پول میریزید تو حساب بانک مرکزی، مثلا 100 یورو یا 100 دلار خریداری میکنید، اما یورو تو بازار آزاد یا دلار تو بازار آزاد 10,000 تومنه، اما بانک مرکزی میگه آقا ما تو قانون تصویب کردیم دلار 5,000 تومنه، پس ما به شما دلار 5,000 تومانی چنج میکنیم و به شما میدیم. 5,000 تومن هم قشنگ میذارن تو جیب مبارکشون. اینجوری میخوان جیب مردم رو خالی بکنن. خب در واقع بانک مرکزی الان مجاز شده، تو این بسته هم هست، مجاز شده که سپرده های مردم رو جذب بکنه. بانک های سپرده های مردم یعنی پولاشون رو مردم میبرزن تو بانک. خب عامل از طرف بانک مرکزی مجاز هستن برن و سپرده های مردم جذب کنن و بهشون هم در واقع سود ارزی میدیم. بانک عامل یعنی یه سری بانکایی که تو خیابونا همه شما میبینید، اینا معرفی میکنن میگن آقا بانک ایکس و وای و زد بانکای عامل هستن، برید پولاتون رو بذارید اونجا و سود ارزی بگیرید، خیالتون هم راحت، تضمین توپ. خب این رو انشالله به زودی بانک مرکزی آیین‌نامه‌اش تعیین خواهد کرد و ابلاغ خواهیم کرد. بنابراین مردم میتونن با خیال با تضمین بانک مرکزی میتونن ارزی که بیخودی گذاشتن تو خونه، تو قفسه زیر دوشک گذاشتن، اینا رو بردارن بیارن توی سیستم دزدم ببره. بانک مرکزی هم این دیگه مصوبه سران ثقوب است، بانک مرکزی هم تضمین میکنه. آفرین، تضمین میکنه، مثل دقیقاً مؤسسات مالی که تضمین کرد. یه ویدیو راجع به این تضمین من به شما نشون بدم، خیلی جالبه، این ببینید، خالی از لطف نیست. جناب آقای حاتمی یزد به عنوان کارشناس پولی بانکی در استودیو حضور دارن. چند وقتی است که سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری و تاوانی‌های اعتباری و حالا شاید هم برخی از شعب بانک‌ها خیلی با شدت و حدت به دنبال این هستن که سپرده‌های خودشون از بانک‌ها خارج بکنن. برخی از تاوانی‌ها همونطور که در مقدمه اشاره کردم مثل فرشتگان، مثل آرمان، عملاً ناتوانند از اینکه بخوان این سپرده‌ها برگردونن و اعلام ورشکستگی کردن. دقیقاً پولا رو میگیرن اعلام ورشکستگی میکنن. اما در مورد مؤسسات دیگر هم این احساس ایجاد شده که سپرده‌گذاران برن و موجودی‌های خودشون از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری بکشن بیرون. چرا این اتفاق افتاده؟ عرض کنم که بانک مرکزی بازپرداخت سپرده‌های مردم رو تضمین نمی‌کند. نه منابعی بر این امر دارد، نه وظیفه‌ای در این مورد دارد. این کلیتش در مورد بانک‌های دولتی، خصوصی، مؤسسات اعتباری مجاز، غیر مجاز صادق است. ببینید همه مؤسسات رو گفت، همون مؤسساتی که آقای همتی میگفت ما تضمین میکنیم. خب به هیچ وجه بانک مرکزی وظیفه تضمین بازپرداخت سپرده‌ها رو نداره. ببین میگه بانک مرکزی وظیفه تضمین بازپرداخت‌های سپرده‌ها رو نداره، یعنی اینجا عملا دروغ آقای همتی در میاد که میگه ما تضمین میکنیم. بنابراین هر کس هر جا پول میذاره، اگر اون مؤسسه 10% که گفتید از بانک‌ها برای تضمین میگیره که نگه داره، در حد 10%، یعنی از یه بانک 10% میگیره میذاره تو بانک مرکزی. اگر امروز این بانک مشکلی داشت، از این 10% بهش میده، پول خودش، پول بانک دیگه میده که مشکلی امروزش حل شه، فردا باز برگرده. اما در قبال پول مردم پس هیچ تضمینی نمیکنه. یعنی مردم چجوری پس ابدا هیچ تضمینی نمیکنه؟ یعنی شما اگه فردا برید از بانک مرکزی ارز بگیرید بیارید، خودشون دارن میگن ما تضمین نمیکنیم. حالا ما نمیدونیم قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو. خب به بانک اعتماد بکنن؟ هیچ بانکی در هیچ جای دنیا بدهی بانک به سپرده‌گذارا بانک مرکزیشون تضمین نمیکنه. میگه در هیچ جای دنیا، رفرنس بین‌المللی هم میده. خب این سوء تفاهم. اگه فکر کنیم که اگر هر بانکی ورشکست، آخه تو آمریکا مگه چند تا بانک ورشکست تو سال 2008 کسی به تضمین ممکنه در بهترین حالت بانک مرکزی به یک بانک وام میده، میگه آقا امروز که تو کم داری از این بانک پول بردار بده، فردا که در آوردی سپرده‌ها جمع شد سودآور شدی پس بده. و همین راحتی متوجه شدید نقشه چی هستش و اینها نقشهشون این هستش. آیه همتی رو داره دستشون در هیئت دولت، میخوان مردم ارزا رو بیارن، ارزای 12,000 تومانی رو بگیرن ازشون، بهشون ارزای 5,000 تومانی بدن. و حواستون باشه که گول این اخبارها و بازی‌های رسانه‌ای و سیاست‌های جدید ارزی دولت و اینا رو نخورید. اگه سیاست داشتن اول سال بعد سیاست رو تعیین می‌کردن تا آخر سال، نه اینکه برسن وسط سال تازه یادشون بیفته که بعد سیاست ارزی و دولتی برای مردم و مالی و همه اینا رو تصویب بکنن.
در حال مرسی. این فقط یه قسمتی از تحلیل‌های ما بود. لطفاً کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.